همین چیز رو تاکید کردنم در کار که در شهر کراسنودار من یگون بخوری با موجودان میهنت برگزار کرده بودیم. عجیبیش همین. در نوارسیسک بخوری بود، در مایکوپ بخوری گذروندم، در پریکوبانسک سلاویانسک بخوری بود با موجودان میهنت، در شهر رستوف بود بخوری. لیکن در شهر کراسنودار من بخوری با موجودان میهنت برگزار کرده بودیم. اونجا تنها با یک چند لیدرهای موجودان میهنت که علاهیده انفرادی بخوردن و خصوصا بسیارتر با مقامات دولتی کراسنودارسک کرای همینو خوردم، خصوصا ریاست کرای شومکتی، پروکراتوری همین کراسنودار کتی، تفتیشاتشون کتی و کلیگ ادوکاتو کتی. البته امکانیت هم بود که با نازبیک بخورم، رئیس اساسیاسیون موجودان میهنت کراسنودارسک کرای و تلفنش هم در دست من بود. با آرشو پویندشوف بخورم و همچون رئیس کمیته ویتران های افغانستان اونجا عمل میکند. لیکن من همه خیلی با خلاصه آمدم که باید نه آدمایی که مثل اول